یک از فرصت‌های دیگر این است که در ماه رمضان انسان صله رحم رو به جا بیاره. اگر با خواهرتون، با برادرتون، با قوم و خویشتون، با نزدیکانتون قهر هستید، دعوایی رخ داده، مشکلی پیش آمده، شما پیش قدم بشید. از قدر و منزلت شما نه پیش اونا کم میشه و نه پیش الله سبحانه و تعالی، بلکه قدر و منزلتتون پیش الله سبحانه و تعالی بالا میره. اجر و پاداش صله رحم رو میگیرید. به خاطر یک مسئله کوچیکی با کسی قهر هستید، یک فرصت استثنایی است که برید آشتی کنید و شما پیش قدم بشید و فرزندانتان را. امروز میبینیم که در مدارس از خردسالی کودکان ما رو با فرهنگ غربی، با فرهنگ‌های عجیب و غریب تعلیم میدن، تربیت میدن. وظیفه پدر و مادر در این عصر و زمان خیلی دشوارتر است از سابق. میدیا، افلام کارتونی، تلویزیون ها، کانال های فضایی، اینترنت، مدارس، مراکز تعلیمی، خیابان ها، جامعه کلاً کودکان رو به یک سمت سوی دیگری داره میبره و این یک فرصت استثنایی است که ما اونها رو با ماه رمضان آشنا بکنیم. البته نه به این شکلی که به شکل کلاسیک که بیایید سر سفره بشینید یا امروز روزه بگیرید، نه، سعی کنید با جشن گرفتن اول رمضان، نه به شکل اسراف و به شکل زینت بیش از حد. یک بالون هایی رو بیارید در خونه، رمضان خوش آمدی، رمضان مبارک باد. یک خونه بچه ها رو مثلا چراغانی بکنید، هدایای هر روز رمضان سر سفره بگید که مثلا اگر امروز بعد از ظهر مثلا تا وقت افطار اگر چیزی نخوردی و ننوشیدی، سر سفره افطار یک هدیه بهت میدیم. بگذارید این خاطره بانه در ذهنش که رمضان ماهی بود که شما بهش هدیه میدادید، ماهی بود که آمادگی میگرفتید، جشن میگرفتید. امروز ببینید، نمیدونم روز معلم است که روز فلان است که روز زن است که روز این است و روز طفل است و روز عید فلانی است و عید استقلال است. در مدارس همه این روزها رو جشن میگیرن. ما چرا آمدن ماه رمضان رو در خانه هایمان خوشحالی نکنیم، جشن نگیریم تا کودکان ما احساس بکنن که یک چیز عجیبی داره رخ میده، یک ماه عجیبی داره میاد. باور میکنید من اولین باری که با کودکانم این کارو کردم، بعد از اون هر روز میپرسیدن که رمضان کی میاد، رمضان کی میاد، چون براشون یک خاطره بود. کودکانتون رو با خودتون ببرید، اونایی که بالاتر از مثلا 5-6 سال هستن ببرید با خودتون مسجد، ولو این که 1 رکعت 2 رکعت تراویح رو با شما بخونن، برن بازی بکنن، مشکلی نیست. عادتشون بدید به مسجد، عادتشون بدید به اون لحظه‌ای که سر سفره افطار نشستید و دستتون رو بلند کردید، وقت استجابت دعاست. اینو فراموش کردم بگم، یکی از فرصت‌های طلایی و استثنایی هر روز رمضان لحظات قبل از افطار. در طول سال هر روز لحظات قبل از غروب وقت استجابت دعاست. در ماشین هستید، در خونه هستید، در پیاده رو هستید، انتظار اتوبوس هستید، هر جایی که هستید، در دلتون شروع بکنید به ذکر و دعا. اما در رمضان قبل از افطار برای هر روزه‌دار یک دعای مستجاب است. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و وقتی که دستتون رو بلند میکنید برای دعا کردن، کودکانتون رو بگید که دستاشون رو بلند بکنن، بگید دعا بکنید، بگید آرزو بکنید. حتی این دعایی که میکنید رو با صدای بلند با زبان خودتون، فارسی، پشتو، ازبکی، ترکمنی، ترکی، انگلیسی، روسی، هر زبانی که بلدن، تا اونها بشنون، آمین بگن، همین دعا رو تکرار بکنن. و این یک تربیت است و این در خاطرش، در ذهنش میمونه که هر سال ما یک ماهی داریم که یک ماه استثنایی است. محبتتون، شفقتتون نسبت به کودکانتون، نسبت به خانواده‌تون در این ماه باید بیشتر بشه. نه اینکه آقا اعصابش خراب، انگار روزه رو برای ما گرفته. برای خدا روزه میگیری؟